عباس 28 ساله یکی از قربانیان درگیری میان نیروهای امنیتی و تفنگداران حبیب الله غوریانی در ناحیه 13 شهر هرات است. عباس که راننده تاکسی بود در درگیری زخمی شد و پس از 2 روز در شفاخانه جان باخت. یک موتر غرزگی ویشگک داشت و نمور در مرد رفتم مسافر مو برد و یک لغمنان در بره. خانواده عباس از این که عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت حبیب الله غوریانی در میان خانه‌های مسکونی راه اندازی شد سخت انتقاد می‌کند. همین برادر ما وقتی دمو صحنه میخواد که برو مسافر کشه دیگه از راه تیر میشه. ما پیرمرد میبینه که اونجا زخمیه میره که بالا کنه. زخمی که از زمین بلند کنه این خود از این مرمی میخوره. تمام مدت غوریانی از این سمت هرات در اون سمت هرات حرکت میکنه، از این منطقه هرات در اون منطقه هرات حرکت میکنه. تو نمیتونی از غوریانی رو دستگیر بکنی که وقتی که تو آمد داخل ساکنین بین خانه ها حمله میکنی. برخی از آگاهان نظامی راه اندازی عملیات نظامی در میان خانه‌های مسکونی را یک اشتباه می‌دانند. نباید در یک منطقه‌ای که اونجا اهالی ملکی زندگی می‌کنند بدون یک برنامه‌ریزی درست و یک پیشبینی درست و یک عملیات کاملا دقیق و همه‌جانبه و کار کشفی درست و معقول چنین عملی صورت بگیره. عملیات برای بازداشت حبیب الله غوریانی شامگاه روز چهارشنبه راه اندازی شد و نزدیک به 10 ساعت ادامه داشت. در این عملیات غوریانی موفق به فرار شد، اما خانه‌های غیر نظامیان در محل سخت آسیب دیدند.